وقت بخیر. ریاست جمهوری میگوید حمله امروز بر دانشگاه کابل کار طالبان است. این حمله شمار زیاد شهید و زخمی بر جا گذاشته است. ناتو، شورای عالی مصالحه و شمار نهادهای دیگر این حمله را تقبیح کردند. یک کمپانی مصری در افغانستان بالای زیربنای سکتور انرژی سرمایه‌گذاری می‌کند. رئیس جمهور غنی در دیدار با مسئولین کمپانی هلدینگ برای آنها در مورد سرمایه‌گذاری در بخش گاز و انرژی معلومات ارائه کرد. پاکستان میگوید صادرات این کشور در سال جاری به افغانستان 13.98% کاهش یافته است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در سال جاری ارتباطات تجارتی با کشور پاکستان کمرنگ شده است. 1191 افسر و سرباز از قماندانی تعلیمات مشترک محاربوی فارغ شدند. وزارت دفاع ملی میگوید که این فارغین تعهد سپرده‌اند که از مردم و کشور محافظت خواهند کرد. و درگیری‌ها در ولایت هلمند و قندهار 11250 خانواده را بیجا کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگویند که بزودی کمپ برای این بیجا شدگان ساخته می‌شود.